تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگیت امیر خواجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار یکم. خیرپیچار. سال کم برف آمد. از یورغ پای رهگذر کنده نشد، زیرا از یک طرف ترمه و راهبندی کم بود، از طرف دیگر آدمان گروه گروه از شغلان روشان جانب درواز می گریختند. محبت خان برادرش را به فرار مجبور نموده، اکنون طرفداران وی را جزا می داد. آنهایی که پای رونده و جان جنبنده داشتند ترک وطن می نمودند. می دانستند که محبت خان نه رحم دارد نه شفقت. در دلش نسبت به کسی ذره گمان بد پیدا شود، بدون پرسش و تفتیش او را با اهل خانواده اش به عذاب علیم گرفتار می سازد. خیر محمد و دارابشاه در یورغ آدمان خودی شدند. شبها را در منتخانه در صحبت شیخ فاضل صاحب نظر قلندر روز می کردند و روزها به صاحب خانه همت بلند و مهربان شیخ زاده یاری می رساندند. چند مراتبه به کوه بالای ده به شکار برآمده با نخچیرهای گرانجثه برگشتند. دارابشاه از خیر محمد هنرهای زیادی یاد گرفت. پیش از همه انتظام و ترتیب آموخت. خیر محمد به چه کاری که دست زند با حوصله و نظافت خاصه انجام میداد. برعکس دوستش دارابشاه یک مقدار خونگرم و شتاب زده بود. گاهی در نظرش چنان می نمود که خیر محمد در صبوری و مرتبی قصداً افراط می کند. بی‌طاقت می شد، دلش تنگ می گشت، می خواست اندیشه اش را در این باره برویش کشد، ولی ابا می کرد. تمکین و صلابت سنگین این مرد سالار اعتراضه که در بند دل پیچیده اش را گره می بست. یک هیزم شکنی خیر محمد چه عجابتی داشت. شاخ و برگ چوب را اول پست می برید، بعد به اندازه برابر می شکست.